یا خیلی ارزی ما قریب 200 روسیه به جواب مونده. سیفالدین اسلاموف ساکنین ناحیه یاوان 8 ماه باز برای اثبات شکنجه فرزندش مبارزه میبرد. با مکتوب‌های وی گاه جواب رد داده می شود و گاه به جواب ماندند. با پروکراتور نگرالی شکایت کردم که مثلا چو ارزی مرا نمیپرسند خو 12 ورق با پروکراتور گنرالی شکایت کرد. با پروکراتور شهر روی کرد. خود ماه مای 12 مای با پروکراتور شهر روی کرد. پروکراتور شهر باشد با پروکراتور نویا با ما از روی دولتیار رستم اجرا کننده یاردمچی پروکرور نویا شکایت کردم. از روی جانشین پروکرور نویا از روی زد و لط و کوب اینا شکایت کردم. یگام نتیجه به من نشید. پسر سیفالدین اسلاموف جانبک سیفالدینوف همراه چند نفر از ساکنان ناحیه یاوان در اولهای ماه فوریه همین سال با گمان خرید و فروش حشیش از طرف کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه در منزل زیستش بازداشت شده است. نمیدن در 3 تا مرد بیگانه در اومد پرسیدن که خانه اسلاموفه. بعد ما گفتیم ها خانه اسلاموفه. گفت که ما در معلم اسلاموف در کاره. بعد گفتم نیست در درس خسر ما گفتم که همین وقت فیرا که گفتن یگان کسی که همی شوهرم برآمد گفت که نه ما در گفت همین خوازی برده همون با خسر تانو نشانت یا گفت گرفتن سوار شدن گرفتن بردن شو دیگه 3 روز فاز در تلفن شد همین گیران کردن پرسیدم که کجا ده گفتن که در عدل شاه منصور. بعد از بازپرسی نسبت نسیم کوکیف، یاسین ملیکوف و جانبک سیفالدینوف پرونده باز کرده دیگر بازداشت شده ها را رها میکنند. آنها با گمانی به معامله غیرقانونی صاحبیت کسی دیگر دادن واسطه های نشعه‌دار یا ماده های پسیخوتراپی با مصلحت پیشکی متهم دانسته می شوند. این افراد روز 7 اپریل در اولین روز مرافعه دادگاه بادادرس گفتند که جریان تفتیش و بررسی قضیه آنها با نقض حقوق انجام شد و اعتراف گناه تحت شکنجه حاصل شده است. گفت که یه قصاخانه برالی همشه میگه همشه به کلا میگیره مردی لیلینو به کلا میگیری. خدایبردی کوکیف پدر نسیم کوکیف را به دنبال پسرش کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور بازداشت کرده بعد از یک شبانه روز رها کردند. یه دایت دیگهش پوچم قپید 2 تا دیگهش دستام خیلی همش دیده سمو خیلی همو توک سر میتیه هم خیلی میزنه هم خیلی بالای او داخل شکم تر دیگه همه 40 اسم همینجا برامد یا طرفش کشول شد خیلی شدم ده کچ دیگه گفتم دهم شکست سر داد نگاه کردن خندیدن باید همون کار کرد همون کار زد با در اومد اینجا. این 3 گمانبر از دادرس خواستند شکایت شکنجه شدن آنها را جدی گرفته 4 خادم پلیس شعبه امور داخلی ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه را به جوابگری جلب کنند. شریف جان سیدعلیف دادرس دادگاه ناحیه شاه منصور روز 11 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفته بود به خاطر رسیدگی به این قضیه دادستانی را موظف کرده است. از دادستانی شهر دوشنبه در صحبت بدون میکروفون به ما گفتند که شکایت نزدیکان این 3 نفر درباره شکنجه اثبات نشده است و از این خاطر نسبت کارمندان کارهای داخلی ناحیه شاه منصور پرونده نگشوده‌اند. وکیلان دفاع آنها میگویند که در وقت بازداشت و بازپرسی گمانبران حقوق آنها نقض شده است.